اکنون از این کتاب مبارک اصول سنت امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ما رسیدیم در موضوع اینکه میفرماید شیخ رحمه الله تعالی و صلاه الجمعه خلفه و خلف من ولاه جائزه باقیه تامه ركعتين من اعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنه. میفرماید نماز جمعه و نماز جمعه از پس او که حاکم و راهبر و مسئولین خواندن جایز و رواست و از پس کسی که او را امام قرار داده شده است جایز و کامل می باشد. دو رکعت نماز از نماز جمعه. میفرماید هر کس که آن را اعاده می کند که از پشت امام نماز را خواند و سپس باز آن را از سر نو اعاده می کند مبتدی است، بدعتکار است و حدیث و روایت ها را در این مورد ترک کرده است، خلاف سنت هم عمل کرده است و در این مورد اگر به نماز خواندن در پس حاکم ایمان آورد خواه نیک باشد و خواه بد برای او هیچ فضل نماز جمعه نیست. میفرماید که از این رو سنت خواندن 2 رکعت نماز جمعه با آنها است، از پشت آنها است. 2 رکعت نماز خواندن با آنها از پشت آنها، خواه نیک باشند خواه بد باشند. سنت خواندن 2 رکعت نماز جمعه با آنهاست و آن 2 رکعت کامل بدون نقصان محسوب می شود، کامل است و بدون نقصان است. و در این مورد نماز 2 رکعت نماز جمعه که از پشت وی ها میخوانی شک و تردید در قلبش نباشد. بله این اعتقاد اهل سنت و الجماعت است که نماز جمعه از پشت او یعنی از پس امیر ولی پادشاه و سرور دولت جایز بوده خواندن می شود و از پس کسی که او را جایگزین امام قرار می دهد خواندن 2 رکعت نماز جایز و کامل می باشد. و هر کس که نماز را از پشت وی میخواند سپس آن را اعاده میکند و شخص مبتدی است، بدعتکار است، چون ترک آثار وارد شده ای که از رسول الله صحابگان کرام روایت است آن را مخالفت نموده است. و معنای خواندن نماز جمعه آن است که اگر امام زمامداری را به ذمه خود بگیرد و بر مردم در نماز جمعه امامتی کند، از پس او نماز میخوانند، اگرچه فاسق و فاجر هم باشد، اگرچه عاصی و نافرمان هم باشد، نماز از پس او درست و کامل است. کسی که آن را از سر اعاده کند نمازش وی بدعتکار است. و حکمت در این آن است که اگر از پشت او نماز نخواند باعث نزاع، اختلاف، پراکندگی، تقسیم شدن مسلمان ها و اختلاف کلمه می شود. از پشت خلیفه و امیران در زمان سلاله امویان، عباسیان کسانی بودند که امامتی را به عهده گرفته بودند، به نماز در نماز امامتی میکردند، بعضی آنها فسق میکردند، فاسق و فاجر بودند. صحابگان کرام تابعین از پشت حجاج نماز میخواندند در حالی که وی ظالم بود، خونخوار و فاسق بود. و همچنین کسانی که او را امام تعیین کرده باشند و امامتی مردم را به عهده گرفته باشند از پشت او نماز جمعه و جماعت خوانده می شود. و هر کس که نماز جمعه و جماعت را پس امام فاسق و فاجر ترک کند به نظر امام احمد رحمت الله علیه و دیگر امامان اهل سنت بدعتکار است، اگر امامی نیکوتر نباشد. شاید اینجا سوال می شود باز، چون ابن عمر رضی الله عنهما از پس حجاج نماز می‌خواندند که وی شخصی ظالم خونخوار بود و ابن مسعود و دیگران از پس ولید ابن عقبه نماز می‌خواندند که وی عرق نوش بود، یک عملهای فسق داشتند. همه این آثار برای ما را حجت است. پس از این برمی‌آید که صحابه از پشت ولیان و امیران نماز می‌گذاشتند اگرچه فاسق بودند، اگرچه فسق می‌کردند. و حکمت در آن این جمع‌آوری کلمه است و دوری از تفریقه است. برای همین مؤلف امام احمد رحمت الله علیه در گفت که هر کس آن را اعاده می‌کند بدعتکار یا که مبتدی است، اهل بدعت است. گفت پس چرا بدعت چی است؟ و انسان اگر این کار اگر نمازش را اثر اعاده نماید، چون که جماعت را مخالفت کرد و باعث تفریقه و ترک آثار و احادیث گردید، مخالفت بر سنت نمود و از فضل این جماعت و این جمعه هیچ چیز ندارد. یعنی امام احمد و غیره با این آثار صحابگان کرام تکیه کردند، از پشت آنها آن فرمان روایان فاسق گذاشتن نماز را دین صحیح میشمردند و اینکه نماز کامل و صحیح و درست است و اعاده کردن نماز از سر نو بعد خواندن مخالف آثار و احادیث صحیح می باشد که در بالا ذکر کرد. پس حکم خواندن نماز از پشت امام فاسق که حاکم یا که راهبری مسلمانان آن را گذاشته است. در این مسئله تفصیل است. قول امام احمد رحمت الله علیه که فرمودند که اقتدا از پس وی یعنی فاسق جایز نبوده بلکه باطل بوده حساب نمی شود. میگه معنی که جایز نبوده میگیم میگه باطل است نه. یا گفتن که نمازش با کراهیت از پشت او درست است، درست میگردد، با
با کراهیت. اگر در کشور یک نماز جمعه است یا در کشوری بگوییم اگر در کشور یا در منطقه در دیار یک نماز جمعه است یا یک جماعت است و امام آن فاسق است، از پس وی نماز میخونی، زیرا اگر از پشت وی نماز نخواند و نماز را تنها بگذارد این عمل بدعت است. اگر تنها یک جمعه در این مسجد باشد که امامش فاسق است و عموم اهل سنت از پشت وی نماز میخوانند، پس هر کی اگر از پشت وی نماز خواندن را ترک کند پس وی بدعتکار حساب میشود. اگر نمازش تنها هم بخواند پس وی بدعتکار حساب میشود. پس اگر امام مسلمانان یا امیر فاسق باشد از پشت سر آن نماز خوانده میشود. اما اگر امام غیر از او پیدا نمایند یا امام دیگری پیدا نمایند یک امام غیر از او پیدا کنند و در گذاشتن آن امام هیچ مفسده‌ای نمیشود، هیچ مشکلی ندارد و در این موضوع بین اهل علم خلاف است. بعضی از علما گفتند که خواندن نماز درست است و بعضی از علما گفتند که خواندن نماز درست نیست و بعضی گفتند که درست است اما نماز را اثر اعاده میکند. و شیخ الاسلام رحمت الله فرمودند که در مورد نماز از پس بدعتچی بدعتکار این مسئله مورد بحث است و تفصیل کلام است. بحث است این مسئله و تفصیل کلام است. و فرمودند که اگر امام غیر از او یافت نگردد، یک امام بدعتکار است که فاسق است، غیر از او امام دیگری پیدا نگردد، مانند نماز جمعه که در آن نماز جماعت یک جا خوانده می شود، مانند با عیدین، عید قربان و عید رمضان، مانند که در حج در عرفات نماز جماعت در مواسم های حج جماعت جمع کرده خوانده می شود، پس این هنگام ها از پس شخص صالح باشد یا نه نماز انجام داده می شود، خوانده می شود. و مثل این گونه نمازها جمعه جماعت از پشت رافضی ها و جهمی ها و کسانی که مانند اینا هستند نماز خوانده نمی شود. یعنی کسی که بدعت کفری دارد مثل رافضی ها، جهمی ها و مانند اینها، هر کسی که باشد بدعت کفری دارد از پشت این گونه امام ها اصلا نماز خوانده نمی شود. این سخن شیخ الاسلام است. و در ادامه می‌فرماید که اگر در دهه یک مسجد باشد پس شخص فاجر نماز جماعت خواندن بهتر است از اینکه انسان تنها نماز ادامه نماید تا باعث ترک جماعت نگردد. اما اگر امکان داشته باشد که در پس کسی غیر از بدعتچی نماز بخواند، نه که امام دیگری که بدعتچی نیست نماز بخواند، بهشک این بهتر و نیکوتر است می‌فرماید. بهشک این بهتر و نیکوتر است. اما اگر از پس او یعنی از پس فاسق نماز بخواند، در مورد نمازش میان علما اختلاف نظر است. مذهب شافعی و ابو حنیفه نماز او را درست می‌دانند، اما مالک و احمد در تعلیمات آنها تفصیلات وجود دارد و این تنها بر بدعت‌های دخل دارد که مخالف کتاب و سنت است، مانند بدعت رافضی و جهمی ها که از پشت ویا هیچ وقت نماز خوانده نمی‌شود. اگر نماز خوانده شد اعاده کرده می‌شود، چون هر کسی که نمازش در نفسش صحیح نیست در غیرش صحیح نمی‌گردد و هر کسی که نمازش در نفس خودش صحیح گشت در غیرش صحیح می‌گردد. و امام بربحری رحمت الله علیه می‌فرماید که و 5 وقت نماز را از پس کسی خواندی جایز است، یا که از پس هر کسی خوانده جایز است مگر اینکه جهمی باشد، زیرا که جهمی معطله هستند، انکار میکنند صفات الله سبحانه و تعالی را. اگر از پشت وی خواندی پس نمازت رو از سر بخوان. اگر امام در روز جمعه جهمی باشد، در حالی که اگر که سلطان است پس از پشت وی نماز را بخوان و نماز را از سر اعاده نما، نماز را از سر اعاده کن. اصلا وی جهمی است، از پشت وی نماز خوان، نماز را از سر اعاده میکنه. اگر امامت سلطان یا که غیر سلطان از اهل سنت باشد پس از پشتش نماز بخوان و اعاده اش مکن، نماز از سر اعاده نکن. در شرح سنه البربهاری صفحه 6. اما اگر بدعت با فسق و فجوری که صاحبش رو به سوی کفر میبرد، از پشتش نماز اصلا درست نمیشود، چون قاعده هست که نماز در پس کافر با اجماع و اتفاق درست نیست. از پشت کافر اگر نماز بخونید نماز دوباره اعاده میکنید، مانند خواندن نماز از پشت مشرک که غیر الله را میخواند که در بعضی از کشورها فراوان شده است، مثلا قبر پرستان، صوفیای قبر پرست که غیر الله را میخوانند، از غیر الله دعا و کمک میطلبند یا برای اولیاء قربانی میکنند و غیر الله نظر میکنند یا طواف میکنند از برای غیر الله. نماز از پشت این گونه انسان اصلا روا نیست. اگر که از روی نادانی خوانده شد اعاده کرده می شود، از سر دوباره خوانده می شود. شیخ ابن عثیمین رحمت الله علیه پرسیده شد که حکم خواندن نماز از پشت بدعتکاران چیست؟ شیخ در جواب فرمودند که در پس امام بدعتکار نماز خواندن اگر بدعتش مکفره بدعت کفری باشد از پشت وی نماز خواندن جایز نیست، زیرا صاحب بدعت مکفره نه کسی که بدعت کفری دارد نمازش در نفس خودش اصلا قبول نیست، چون که آن کفری که انجام میدهد از قبول شدن نماز او باز می‌دارد. پس اگر نماز وی که در نزد الله قبول نشود پس باب اولا است که نماز هم از پشت وی قبول نشود، پس از پشت وی نماز نمی‌گذاری. پس تو از پشت کسی نماز خوانده، از
از امام پیروی کردی که اصلا اعمال و نزد الله حبطه است. لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو شرک وارد البته که عمل تو رو حبطه میکنه. اما اگر از حال وی خبر نداشته باشی، از حال وی امام خبر نداشته باشی و از پشتش نماز خوانده ای، پس از مدت برای تو معلوم شد که وی بدعتی مکفره داشته است، یک بدعت کفر داشته است. اگر مدت گذشته باشد پس نماز درست است، اما مدت کندک باشد نماز اثر ادا میکنی. فتاوی نور علی درب نوار رقم 115. این است نقطه ها در مورد نماز از پشت امامان، ولیان، حاکمان و رهبران. و توفیق از جانب الله سبحانه و تعالی است.